چون اینم حد زده بودم یه کپی هم آوردم. بفرمایید اینم برای شما. روز بخیر. اوف. وای میخوایم یه یادداشت بنویسیم از پس اینم بر نمیای؟ نه، چون داریم جای اشتباهی دنبالش میکردیم. ما به یه دید مردونه نیاز داریم. عزمیه. صبح بخیر. شکلات ها اینا؟ ایناست، ولی ما نمیتونیم یادداشت بنویسیم و روش بذاریم. فسفرای مغزمون تموم شد. آیدا چقدر کار سختیه. آیدا میگم نظرت چیه به ابراهیم خان بگیم بنویسه، مشخص باشه که یه مرد خوشتیپ و جذاب نوشته. آی نه بابا عزمیه، نمیخواد از اون چیزی بخواین. بذار از کاری ما دور بمونه. ببینم چت شده. ایشون خسته میشن. نه بابا. آره ای بابا کافیه. تمرکزمون رو لروکسه. از تمرکز خارج نشی لطفاً. دردای شما باشه واسه بعد. باشه. راه حل دیگه ای برام نذاشتین که. این چیه مروه؟ ببینین اینو خیلی خواستن ها. به خاطر لروکس حاضرم منابع شخصی خودم رو وقف عام کنم. ببینینشون. اینا یادداشتاییه که برو برام نوشته. یادداشتایی که همراه گل و هدیه بوده. یادداشتایی که تو کیفم جیبم و کشوی میز کاری میذاشت. مروه اینا خیلی خوشگلن. وای من از الان دلم برای شوهرم تنگ شده. وای خیلی رمانتیکه. چی رمانتیکه؟ شما این بورک خب دخترها خوبین؟ یکم هیجان زده به نظر میرسین. تو همه برجور جو فرمی براک جون. چقدر خوشتیپ شدی. براک همه جا رو با آتیش کشوندی ها. رئیس شدن خیلی بهت میاد. ممنونم. مروه اینو برداشت. دلم برای تنگ شده. باز داری چی کار میکنی لروکس؟ میشه یه لاته بهم بدین؟ تو رو خدا وضعیت ما رو ببین. نیومده اینجا قهوه بخوره، فقط برای اینکه با من روبرو نشه. به هر حال که میای شرکت. فرار کن لروکس، بالاخره باید بیای شرکت. دلش تنگ شده. پروژه رو بده.
کی اینو برای لروکس فرستاده؟ چیزه راستش من نمیدونم، شاید یه مشتری. صبح بخیر دمیر خان. صبح بخیر از میر خانم. دمیر میشه درباره تقسیم بندی شرکت حرف بزنیم؟ البته که حرف بزنیم بروک خانم، بفرمایید. لروکس جون ببینم اینا از طرف کی؟ کارتم داره. چی نوشته؟ فاصله ها مانع لمس نمانع دوست داشتن. یه چیزی شد، دختره داره خفه میشه. بیا بخور بیا. وای نتونستم بازش کنم. بخور. لروکس جون یهویی چی شد آخه؟ نه بابا چیزی نیست. چیزی نیست. از طرف یه مشتریه. من برم صورتمو بشورم و بیام. چرا به ما نمیگی آخه؟ دیدی؟ آره این دختره داره همه چی از ما مخفی میکنه، بعدش ما از کجا بفهمیم کی کیو دوست داره و کی نداره؟ ای خب اونو بی خیال. میگم حالا که از ما قایم میکنه یه وقت از دمیر خان قایم نکنه. دمیر خان دیده داشت عصبانی به شکلاتو نگاه میکرد. بذار این کارتم بذاریم اینجا که قشنگ ببینه. من فرد گل میفرستم خونش. میگم زیادی نشه. نه نمیشه. یه یادداشت عاشقانم میذارم روش، انگار از کسی که دیگه طاقت دوریشو نداره. عزمی چون میگم میخوایم دمیر خان عاشقش کنیم، نه اینکه دیوونش کنیم. بذار دیوونه بشه. چون آیدا خانم مهندس سازه است باید در قسمت سازه باشه و طبعا دوست داره که با زیر دسته خودش کار بکنه، درسته؟ آیدا و گروهش که وضعیتشون مشخصه. لروکس هم چون معمار داخلی باید با من کار کنه. فقط دیروز ایشون استعفاشون رو ارائه دادن. به نظرم شما دنبال یه مورد دیگه بگردید. فوراً استعفا داد. میخواد بیاد سمت من، برای همین استعفا داده. من بهش میگم که این کار لزومی نداره. به خاطر اون استعفا نداد. استعفا داد که کلاً از شرکت جدا بشه. میخواد جای دیگه ای کار کنه. البته خب چون ناراحته، اما من به کل اکیپ هم گفتم که تو قسمت من قوانین شما کارساز نیست. واقعا؟ همونطور که گفتم این تصمیم لروکس خانمه بروک خان. واسه همین بهتره که با خودشون حرف بزنیم. معمار داخلی با استعدادیه. شاید نخواد وقتش رو با شرکتی که از نو میخواد سازماندهی بشه تلف بکنه. خیلی وقت باهاش حرف زدم و قبول کرد که با من کار کنه. برای همینم استعفاشو داده به شما. خب دیگه چی مونده که ادامه بدیم؟ استعفا میدیم؟ رئیسم عشق من کرده و من عاشق رئیسم شدم، کاریشم نمیشه کرد. دمیر خان، دمیر حواست کجاست؟ ببخشین. خب داشتیم چی میگفتیم؟ وای خدا چه صبح قشنگیه مگه نه؟ آره منم امروز خیلی خوشحال بیدار شدم، فول انرژی هم خیلی خوبم. صبح تو چطوری بود لروکس چون؟ چطوری روزتو شروع کردی؟ امروز چیزی شد که هیجان زدت کنه یا شگفت زدت کنه؟ دمیر از من فاصله گرفته. تازه بعد از اون همه نزدیکی. مگه چقدر نزدیک بودی؟ هم دیگه رو بوسیدن دیگه. به خدا این بار من چیزی نگفتم. من لو دادم. لو دادن رو بی خیال. تو به همون اطلاعات بده ببینم یعنی چی که ازت فاصله گرفته؟ چقدر دوره؟ تقریبا بهم نگاه نمیکنه. خب خیلی ناامیدش کردی دختر.
نمیتونه اینقدر زود وا بده. نمیشه که شب بگی چرا به هم دروغ گفتی و بعد صبح دوباره بگیره ببوسته. آی چه بوسیدنی بابا، از دستم یه قاشقم نمیگیره. یعنی تو اون یعنی چی؟ داره خونه رو تقسیم میکنه، اتاقا رو، کمودا رو، حتی تقسیم بندی ساعتی کرده. برای اینکه با من روبرو نشه برنامه زمان بندی نوشته. خب الان عصبانیه برای همین. آره تا عصبانیتش فروکش کنه باید یکم صبر کنی عزیز دلم. منم همین فکر رو میکردم، اما اینو از رو عصبانیت نمیکنه، از رو خجالت میکنه. ابا چه خجالتی به خاطر که تو رو بوس کرده که خجالت نمیکشه. منو نه، آلارا رو. اونم بوسیده؟ بابا نمیدونم، یه غلطایی کرده که دختره رفته نیویورک. آره ایلدیریم خانم که کنسل شد. آره به نظرتون این شبیه یه دوستی ساده بود؟ بیخیال عزیزم، آلارا رو بیخیال. آره میگی بیخیالم و باید بیخیال بشی. اونا موضوع قدیمی هن. شما قلباتون رو به روی هم باز کردین. باید رو آینده تمرکز کنیم. خب این موضوع دور موندن باید چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ لروکس تو کنار این آدم افتادی. مگه میشه نیافتاده باشم؟ از پله ها، از پشت بوم، وقتی تو تراس داشتم دور خودم میچرخیدم، اما کلی بازی در نیاوردم. تازه خیلی هاشم به خاطر اون افتادم. ببینم تو رم گرفت. آی مگه میشه نگیره؟ به خدا عکس العملاش خیلی خوب بود. اینجوری رو هوا گرفت منو. خیلی رومانتیکه. البته که میگیره، چرا نگیره؟ دمیرخان شبیه محافظه هست. این خیلی خوبه. ما هم این قرایز اونو تحریک میکنیم. چجوری؟ تو میفتی اون میگیره، باز تو میفتی اونم باز دوباره میگیره. خوبه. چشم تو چشم میشین تا وقتی که همه چیزو فراموش کنین. همینطوری همدیگر رو نگاه میکنین. بعدش دمیر خانم تو رو میبخشه. خیلی خوبه. خب دخترا، حالا که این مشکلم حل کردیم، حالا میرسیم به زمان بندی. درسته. درباره وضعیت پرسنل و مشتری‌ها صحبت کردیم. کی میخواین اساس کشی کنین؟ نمیخوام شرکت رو انتقال بدم. حالا که قرار موازی با هم کار کنیم، پس بهتره که با هم یه جا باشیم. نظر منم همینه. موافقم. فقط برای اون افرادی که میان بفهمن که دوتا شرکتیم، باید دیزاین شرکت رو عوض کنیم. حالا که دیگه مدیر شدین، اتاق خودتون رو میخواین پس بگیرین. اما اینجا فقط یه اتاق رئیس داریم. من همیشه بین کارمندان بودم دمیر. بینمون نه دیوار گذاشتم و نه قانون. این دری که میبینی همیشه باز بود. برای همین تو اتاقت به کارت برس. من ترجیح میدم پیش اکیپم باشم. باشه؟ هر جوری که میخوای درست کن. چیز دیگه هم هست؟ بخش سازه لوگوی مخصوص خودشو خواهد داشت، چون که لوگوی معمار داخلی رو ما استفاده میکنیم. هر طور تو بخوای. گرچه اون برنامه زمان بندی دیگه دست دمیر نیست، اما اون تنبلی نمیکنه، دوباره مینویسه. میگم نمیشه طبق قانونهای دمیرخان پیش بری لروکس. یعنی یکم باش را بیای. اون موقع ارتباطمون کم میشه، بعدش زینهار همدیگه رو نمیفهمیم. زینهار دیگه چیه؟ باشه یکم از هم جدا میمونین، اما بالاخره تو یه خونه زندگی میکنین دیگه. الان مثلا وقتی ساعت استفاده تو از آشپزخونه آتیش سوزی بشه نمیاد تو؟ آی خیلی فکر خوبیه. تراژدی آدم ها رو به هم نزدیک‌تر میکنه. یعنی برای ارتباط با دمیر خونه رو آتیش بزن؟ نه اون نمیشه. خونه مکان مشترکتونه. اگه خونه بسوزه اون وقت همه چی تموم میشه. مثلا شیر آب خراب بشه، اینطوری دمیرخان سری نمیپره تو هموم. یعنی خراب بشه؟ آی اوستا یه لحظه ببینم، من تاسیسات اون خونه رو درست کردم، چطور میتونم خراب باشه بشن؟ اوستا، به خاطر تو نیست، من گفتم به خاطر اون این کارو بکنیم. خب دمیر اصلا باورش نمیشه شیر آب خراب شده، میندازه گردن من. اگه موضوع من خرابش میکنم نمیفهمه، اما با چه هدفی؟ نه اوستا بی خیال، ولش کن. من بی خیال شدم، نمیخواد اوستا، من دیگه خسته شدم. کی تو رو خسته کرده؟ دمیرخان؟ ها؟ به خدا تعالشو در میارم. اوستا یه بارم تعال کسی رو در نیار، بذار همه چی سر جوش بمونه. این به زور اومده تو خونه تو ها؟ ببین منو، چرا زودتر بهم نگفتی تا گوششو بگیرم بزنمش بیرون؟ ها چرا زودتر نگفتی؟ دمیرخانه بفرمایین دمیرخان.
تو تراسیم دمیر خان. چشم دمیر خان، همین الان میای. وای دخترا، میگه همین الان بیاین پایین. میخوان با بوراک خان یه چیزایی اعلام کنن. ببین دارم میگم. آی اوستا تو رو خدا کاری نکن، ما به تفاهم رسیدیم، مشکلی نیست، نگران نباش. بیا ببوسمت تا حالت خوب شد. آخیش فعلا این دیگه اومدم بابا. اینا رو هم اینجا نذارین. آرتمیم معمار داخلی و آرتمیم سازا از این به بعد به عنوان 2 تا شرکت مستقل کار میکنن. 2 شرکت مجزا با 2 مدیر مجزا به کارشون ادامه میدن. آیدا جون، تو قسمت سازا هستی و با دمیر خان کار میکنی. کارمندایی که میخوای زیر دستت کار کنن هم خودت انتخاب میکنی. باشه. مروه، تو قسمت معمار داخلی کار میکنی. برای جذب مشتری بیشتر به کارمون میای. البته که میام، ممنونم. لروکس، نوبت توه. البته که در کنار منی. بوراک، من دیروز استعفا دادم. چی کار کردی؟ چی میگی؟ یعنی چی استعفا دادی؟ واقعا که لروک چرا هیچی نگفتی؟ راستش چون خیلی خوشحال بودی نخواستم ناراحت بشین. دوستان یه لحظه اجازه بدی. من و دمیرخان حرف زدیم. لروکس لازم نیست استعفا بدی. تو کار جدید و تو قسمت معماری داخلی هستی. یعنی دمیرخانم مشکلی نداره. به هر حال استعفاتون رو اجرایی نکرده بودم لروکس خانم. خیلی خوب، باشه، مشکلی ندارم. لروکس هم اکیپ خودشو داره. اوستا محرم هم زیر دستاشو بین 2 شرکت تقسیم میکنه، اما خودش کارمند مشترک 2 شرکته. عزمیه و فرخ هم همینطور. چطوری میشه حالا؟ یعنی روزای هفته رو نصف میکنیم؟ مثلا 2 شنبه با شما، 3 شنبه تو شرکت دمیرخانم؟ نه، نیازی به این کار نیست. اینجا رو با هم مشترک استفاده میکنیم. کسی لازم نیست جایی بره. واقعا میگی؟ تصمیمتون حرف نداره؟ اوه عالیه، اصلا دلم نمیخواست از اینجا برم. با یه اتوبوس میام تا اینجا. درباره دیزاین شرکت هم من یه طرحهای جدیدی دارم. به سرعت همه چی عوض میشه و میره سر جای خودش. مروه خانم، پرونده های مربوط به کارهای سازه‌ای رو برام بفرستید. بله البته. مبارکتون باشه دوستان. ممنون. دوبله شده در استودیو جیم. فاصله ها مانای لمس نمانه دوست داشتم. اگر حداقل 4 تا کارمند استخدام کنیم، اینطوری یه سری مکانهای مشترک بین 2 تا شرکت خواهیم داشت. میشنوم. راستش نمیتونیم خیلی جای میزا رو جابجا کنیم، اما میتونیم از رنگای جدید استفاده کنیم. خوبه. یعنی ساختار 2 تا شرکت هم متفاوت میشه. میتونیم به بیرون و داخل 2 تا تابلو وصل کنیم. خوبه، اما اتاق خالی نداریم. میگم میخوای برای مدیریت از اتاق من استفاده کنی ها؟ نیازی نیست فرخ. فقط یه میز میخوام که 2 نفر بتونن به سادگی روش کار کنن. با لروکس کار میکنیم. یعنی باید از میزم جدا شه؟ اگه این کارو بکنیم بهتره، چون همیشه تو رو لازم دارم. باشه پس. خب عقاب نشست. منظورت چیه؟ ببین بوراک، میتونیم این بار برای خودمون بگیریم. خیلی تمیز طراحی شده و از لحاظ مالی هم به صرفه است. آره، میتونیم همین کارو بکنیم. چه دلم تنگ شده. ببین با چیه دارم سر کله میزنم. این چیه؟ زنا
حال فقط تو رو خواستم. فقط برای تو دلم برات تنگ شد. اینم که خالیه. فاصله ها مانع لمسه، نه مانع دوست داشتم. نه بابا، عالیه. فقط یه شاعر کم داشتی. تو دیگه کی هستی؟ از کجا پیدات شد؟ خسته نباشین. آیدا اینجاست؟ نیومده. تو شرکت جلسه داشتن. فهمیدم. خسته نباشین. یه دقیقه صبر کن ببینمت. بیا بفرمایین فیروزه خانم. ببینم تو آیدا مشکلتون چیه؟ چرا رابطتون شکرابه؟ شکراب نیست. مشکلی هم نداریم. بی خودی تلاش نکن پسرم. وقتی فیروزه میگه داریم یعنی داریم. من اینو نمیفهمم. چرا همه تو زندگی همدیگه دخالت میکنن؟ شما، دوستاش، رئیساش، مشتریاش، همه تو زندگی شخصی هم دخالت میکنین. به نظر شما این نرماله؟ البته تو هم حق داری پسرم، حق داری، اما آیدا هم به خاطر دوستاش این کارو میکنه. هرچی هم بشه اطرافیانش کنارشن. به نظرم هر کی سرش تو کار خودش باشه. اگه آیدا هم رو زندگی خودش متمرکز بشه مشکلی پیش نمیاد. اگه بادبادک دوست داری نباید دمشو بکنی. اگه بکنی دیگه نمیتونه پرواز کنه. پسرم نباید مانع کارای آیدا بشی، میفهمی؟ ناراحتش میکنی. خسته نباشی. تو هم خسته نباشی. این دیگه کیه؟ نمیدونم وداد. نمیخوامم بدونم. چرت و پرت نگو ببینم. طرف داره رسما مخ دختره رو میزنه. این عوضی کیه؟ از اونجایی که من نتونم کارتو نگاه کنم لروکس پارش کرده. حتما آشناس، شاید منم میشناسمش. کیه؟ کی است که شما دو نفر میشناسین؟ نکنه همون پسره که اومده اینجاست. چی بود اسمش؟ ابراهیم؟ آره. نه جونم، اونا دوستن. طرف خودش دوست دختر داره. احتمالاً باید میخوام بگم بوراکه، اما نمیدونم وداد. خب بردار بخور. آب خنکه، براتم خوبه. وداد اینقدر مسخره بازی در نیار دیگه. یعنی الان نمیدونیم این یادداشت رو کی نوشته، درسته؟ اما حقت بود. حقت بود. تو ول کنی یکی دیگه اون دستو میگیره. وداد همینطوره. اصلا گریه نکن. هی داری دختره رو هول میدی. چون دروغ گفته نمیتونی ببخشی. این دختره میخواد چی کار کنه؟ تا ابد منتظر تو بمونه؟ خودش میدونه. دمیر جون، نبخشیدن آتیشیه که همیشه درون آدم روشن میمونه. تو با اون آتیش میری دنیا رو فتح میکنی، اما بخشیده نشدن خیلی آدم رو خسته میکنه. دنبال یه جا میگردی که بهش تکیه کنی. اگه قرار باشه بره میره. وداد دختره نمیخواد بره، اما تو داری به زور میفرستیش. ببین این یارو راهشو هموار میکنه. بالاخره اینقدر به دیواره تو برخورد میکنه تا خسته میشه و بعد دست اونو میگیره. معلومه که این یارو مثل تو بیشور نیست. دختره رو ناراحت نمیکنه، حتی تو اولین فرصت عقدش میکنه. منو ببین، لروکس از اون خونه با لباسای عروس و دست و دست شوهرش میذاره میره و تو هم همینجوری باید نگاش کنی. چشماتو باز کن. چی شده پسر؟ بیا ببینم. چیزی نیست، بخیر. من میرم وداد. غرورتو بشکن، نه اینکه لیوان منو. همه چی خراب کردی. ازت دور میمونم اما برات گل میفرستم. اجازه میدم بری پیش بوراک اما لج میکنم و خونه نمیام. واقعا درک کردن سخت دمیر. کارم
تموم شده بود. داشتم از آشپزخونه میرفتم. من با وداد غذا خوردم. خوبه؟ پس منم میرم تو اتاقم. دوست داشتی تو سالن، دوست داشتی تو تراس، هر جا دلت خواست بشین. میتونستی برگه‌ای که بنیامین خانو داد نگاه کنی؟ نگاه نکردم. فقط مونده تکلیفای بنیامین خانو انجام پس این بدم. یارو واسه چی بی خودی میاد اینجا؟ تو نمیخوای، من نمیخوام. چون ابراهیم خواسته؟ اولش فکر کردم شاید برام خوب باشه. اما نشد. چی بگم؟ نمیدونم. گرچه تازه هم شروع کرده بودیم. الان تو وضعیتی نیستم بخوام در این مورد تصمیم بگیرم. قوانین دمیر ارندیل، تکالیف بنیامین خان، دیزاینای بوراک. اوف، خسته شدم. خب باشه، بیا امتحان کنیم. به هر حال فکر نکنم بمیری. خب چیه؟ تو اینا رو دیدی؟ اینو افتادن برای تست اعتماده، از اون بگذریم چون تو هیچ جوره نمیتونی منو بگیری. لروکس خانم و دمیر خان با نیم متر فاصله مقابل همدیگه میشینن و بدون اینکه کاری کنن و بدون حرف زدن 10 دقیقه به چشایم نگاه میکنن. یه نگاه بهش بندازم. از دومی شروع کنیم؟ لروکس خانم و دمیر خان یه کاریو که قبلا نکردن با هم انجام بدم. مثلا من هیچ وقت چتر بازی نکردم. باشه، نصف شبیه هلیکوپتر اجاره میکنیم، بعدش همدیگه رو هول میدیم پایین. در ضمن من اینو قبلا انجام دادم. چی؟ واقعا؟ کی؟ کجا؟ وای حتما هیجان انگیز بوده، منم میخوام. لروکس موضوع عوض نکنیم، زود باش. خیلی خوب، باشه. پس تو یه کاری بگو که تا حالا نکردی. باشه. بذار فکر کنم. من تو یه لحظه لطفا نگو که تا حالا دروغ نگفتی، چون که واقعا اینجا قش میکنه. لروکس وایسا، دارم فکر میکنم. یعنی همه این کارا رو کردی، همه غذاهای لذیذ دنیا رو خوردی، هر جور ورزش و هیجان رو تجربه کردی، همه جا رو دیدی، همه جور ماجراجویی کردی، گلی نمونده که بوش نکردی، نه؟ آره؟ لروکس باز چرا داری چرت و پرت میگی؟ این مغزت واقعا خیلی عجیبه. تو 30 ثانیه یه نفس برای خودت میباری و میدوزی. خب نباید اینقدر سخت باشه کاری که قبلا نکردی و پیدا کنی، نه؟ مثلا؟ من قبلا اصلا دزدی نکردم. جدی؟ منم اصلا آدم نکشتم. نشد نه؟ پس به یه چیز دیگه فکر کنیم. باشه، از دومی هم بگذاریم. اولی رو امتحان میکنیم. زود بش بیا. چی؟ کجا باید چی کار کنیم؟ لروکس جایی نمیریم، میریم اون ور. زود بش بیا. باشه اومدم. عشقم، اولین شامی که رفتیم بیرون رو یادته؟ وای برا، تو رو خدا آخه اون بیانان زن چی بود؟ واقعا اونو دیگه یادم رفته بود. یعنی راستش رو کاغذ فکر خوبی بوده، اما آره، تا وقتی که طرف با بیالونش آهنگ لامادار بزنه همه چی داشت آدم عاقل که به پست ما نمیخوره. عشقم، وارد اونجا نشو دیگه. تو رو خدا امشب وارد اونجا نشو، نکن. باشه ناراحتی نداریم، نه؟ پس من بهت نشون بدم که وقتی نیستی میخوام چیکار کنم. دقیقا همین کارو بکنی.
اینجوری میکنی؟ چی کار میکنم؟ اینجوری چشاتو چپ میکنی. چرت نگو لروکس، من هیچ کاری نمیکنم. تو چشات چیه ها؟ عجب، واقعا که یه زمانی میگفتی تب مدیترانه‌ایه که تو چشمات هست، الان ببین به کجا رسید. یه زشته به خدا. من اونو با یه سری جمله‌های دیگه گفتم، وقتی اینجوری بهش فکر کنی اشتباه برداشت میشه. باشه بیخیال، چند ساعت نشستیم همش به خاطر تو خراب میشه. باشه ببخشید. باشه ببین این آخرین باره، شروع کنیم. آماده ای؟ آمادم. شروع شد. خب مبارک بشه. اولین تکلیفمون انجام دادیم. رو 10 دقیقه نذاشته بودی نه؟ معلومه که نذاشته بودم، چون 10 دقیقه خیلی فراتر از مرز خندیدن توه. جرزن. خب دومین تکلیف رو بیخیال میشیم. سومین تکلیف یه رازیو که به هیچ کس نگفتین به همدیگه بگین. یه چیزی که فقط به من نگفتی هم میشه. اون تو اینطوری نوشته؟ پس تو شروع کن. من اگه بهت یه رازمو بگم تو هم بهم یه رازتو میگی واقعا؟ آره میگم. اما یعنی من اگه الان اینو بهت بگم در مورد من یه فکره بی خیال. همین الان معلومه چی در موردم فکر میکنی. در مورد تو چی فکر میکنه؟ دروغگو، بازیگر، هیله‌گر، ظالم. یعنی نیستی؟ باشه فقط اونا نیست. در مورد تو یه چیز دیگه ای هم فکر میکنم، اما موضوعمون الان این نیست. خب نمیخوای بگی؟ من به یکی از دوستام وقتی بچه بودم، یعنی من به دوستم دمیر، من خیلی خستم الان، میشه بعدن انجامش بدیم؟ نمیشه. اون حرفی که نزدی هر چی که هست اونو به هم میگی، بعدش منم بهت میگم. ببین اگه میخوای تو یک کم به خودت بیا، منم میرم یه چایی برای خودمون دم میکنم. باشه؟ من رفتم. دوبله شده در استودیو جم.